نوروزتون فیروز بود، هر روزتون نوروز بود. درود دوستان گرامی، گروه ایجادی برنامه‌های تلویزیونی ورزش در ولایت سوخت قرار دارد و ما فهمیدیم که امروز فستیوال بازی‌های ملی در همین جایی که ما حالا حضور داریم برگزار می‌گردد و اومدیم سری قدم درباره این بازی‌ها با شما حرف زنیم. حالا رسمی با تنتنه ادامه دارد. طوری می‌بینیم اینجا خوانندگان از تمام ناحیه‌های ولایت سوخت به اینجا جمع آمدند. یعنی تنتنه ورزش است و دوستان گرامی طور شما می‌دونید در فصل بهار بازی‌های ملی تاجیکی آغاز می‌گردند. ما بازی‌های ملی را خیلی دوست می‌داریم. بین آنها بازی‌هایی هستند که کسی زیاد ما نمی‌دونیم، اما امروز ما پیدا می‌کنیم. خواهیم دید که چگونه با نمودهای ملی مردم ما شوق و رغبت دارند. چون فستیوال بازی‌های ملی صورتی طی 20 سال در ولایت سوخت گذرانیده می‌شوند و مرحله اول و دومی آن در شهر و ناحیه‌ها جریان گرفته در نتیجه بهترین‌ها و فستیوال ولایتی رخ می‌گیرند که حالا ما در اینجا حضور داریم. رهبری ولایت با هدف احیای بازی‌های ملی قدیمی سنتی و ترغیب و تشویق آن میان خوانندگان این جشن را برا ماندند و دستگیری می‌نمایند. این بازی‌ها در ورزشگاه خرمشهر دانشگاه دولتی شهر خوجند گذرانیده می‌شود و بیش از 5000 خوانندگان را از گوشه و کنار ولایت سوخت با هم می‌آورد. در مجموع از آغاز تا به انجام 50000 خوانندگان با هم در چنین مسابقه‌ها شرکت ورزیدند. از میان 5000 خوانندگان امروز 50 نفری بهترین با جایزه‌ها سرفراز خواهند شد. مسئولیت چاره‌بینی و دوش مرکزی تحصیلات علاوگی نزد ریاست معارفی ولایت سوخت گذاشته شده است. من اول همه مردم جمهوری تاجیکستان را با نوروز آمدیستاده تبریک می‌نمایم و تا نوروز آینده به همه آنها سلامتی بردوام را خواهانم. من از ناحیه دیوشتیچ امروز از بخش لالک پرانی اشتراک کرده ایستادم. من در ناحیه جای اول را گرفتم. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردن پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. لنگه بازی دوستان گرامی یکی از بازی‌های دوست داشته همه بچگان است. دختران هم با اون شغل می‌ورزند. در زمان شوروی وقتی که ما هم مثل اینها کودک بودیم و جوان بودیم و نورس بودیم، ما رو مجبور می‌کردند که به این نمودی ورزش مشغول نشویم. ما با دشت‌های بلند می‌برمودیم تا که لنگه بازیم. اینجا لنگه بازی در اوج است. من بسیار لنگه بازی را دوست می‌دارم و برای هر دخترها می‌خواهم که از من هم زیادتر بازی کنم. نوروز مبارک باشه. در خونه اویلا چی میگن؟ پدر و مادر میگن که لنگه بازی کنی ممکن است؟ پدرم میگویند که اگر شوقت باشد باز کردن گیر، اما مادرم زیاد است. یک بچه شیشته دست خیچی کنه این چند کنه سلامی سراوا سلام خود را به تمام کل شهروندان میرسانم. من امروز به بازی‌های نوروزی آمدم.
اینجا به من خیلی معقول شد. من تمامی کل شهروندان را با عید نوروز تبریک و مبارکباد میگویم و به تمامی آنها خوش و خرسندانی را آرزو میکنم. بگذار سرتان خم و چشمتان نم نگردد. بار دیگر نوروزتان مبارک باشد. شما کدام نمودی ورزش به مشغول بودید امروز؟ من امروز به ارغمچین بازی و حق پک مشغول بودم. خب چگونه روحیه ایدانه است یا نه؟ ایدانه است. من خیلی شاد شدم. دوگانه هم پیدا کرده؟ بله، من در اینجا خیلی دوستانی زیاد پیدا کردم. دوستان گرامی، چلیک و دسته یا خود چلک بازی یا خود چلیک دنگل همین نمود بازی است که در اینجا حضور دارد و این بچه هایی که حالا جمع آمدن باید همین نمودی ورزش را به ما و شما نشان دهند. من یاد دارم در کودکی ما هم همین گونه بازی میکردیم، ولی خب برای که ممکن نبود که نمودهای ورزشی ملی با اون مشغول شویم. من همه را با عید نوروز تبریک میگویم. من خیلی لکبر بازی را خوب میتونم. خب جای چندم گرفتید؟ جای یکم گرفتم. اینقدر دخترکا بسیار هستن، آسان است یا دشوار بازی کردنش؟ دشوار است. برای چی؟ برای اینکه یک پایه بازی میکنه. کی با مقابل شما نقص بازی کردید؟ ها بودن دخترکایی. سلام و درود خود را به شبکه ورزش میرسانم. ما امروز به بازی های ملی آمده ایم. در اینجا ما بازی های ملی را من در یکی از این بازی ها در لکپک اشتراک کرده ایستادم. در اینجا یک چند دخترکانی هستند که از من پیش رفته ایستادند و من میخواهم که آنها را غالب بایم. و من گفتنی هستم که میخواهم باز این بازی ها خیلی زیاد شوند و ما در این بازی ها اشتراک کنیم و غالب بایم. این شرط نیست که ما غالب بایم، شرط است که ما اشتراک کنیم. و تشکر. شما از کدام مکتب هستید؟ من از مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 هستم و آموزگار من ما رو به اینجا آوردن. ما در شهری در بازی های ملی گذاشتیم و به اینجا آمدیم، یعنی ولایتی به فکرم. و به همه نوروز رو مبارک گفتنی هستم. خب معلمه، شما مسئول همین چهاربینی ها بودید، به مقصد رسیدید یا نه؟ البته برای آنکه پیش از همه نوروزتان مبارک باشد. ما این انعنه و درآمدگی که همه سال در ورزشگاه خرمشهر آزمونی بازی های ملی را گذرانیم و امروز میبینید همه
کودکان روی بالوده دارند. زیاده از 5000 اشتراکچیان آزمون دارند که این آزمون از همه شهر و ناحیه ها، حتی از شهر پنجکن هم در این آزمون اشتراک دارند و بخش های من لالک پرانی زیاده از 300-400 نامنویس شدند. بادبرک پرانی، چلک بازی، عاشق بازی و لنک بازی برای دخترکان ارغمچین و حپک و لپک بازی هم همه اشتراکچیان. البته ما روی بالیده آمدند، ما به مقصد خود رسیدیم. کدام نمودی ورزش بیشتر به این کودکان، نورسان و خوانندگان معقول بود؟ به نظر شما بیشتر شوق‌آورتر گذشت؟ ما که این اساساً بازی های ملی، اما با اساساً با لالک و بادبرک خود زیر بچه ها می بیایند. زیاده از همین از آزمون معلوم که از روی خط نامنویس شدگی هان لالک بازی و بادبرک بازی بیشتر به بچه ها معقول. با خود شما کدام نمودی ورزش ملی معقول است؟ من به همش معقول، برای آنکه من تشکیل کننده این آزمون که هستم، برای من همه این بازی های ملی معقول و من میخواهم که این از بین نرود و ما همه ساله که احیا میشود این بازی ها، ما برای همین این آزمون را تشکیل میکنیم. ما از آزمون نمودهای ورزش ملی از ولایت سوخت با یک جهان تأثیرات برنامه توشه از راه را به شما پیشنهاد کردیم. کودکان و نورسان نمودهای ورزش ملی را دوست می‌دارند و آینده نزدیک آن باز هم نشو و نما خواهد یافت. نوروزتان مبارک.